سلام سلام كمسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزه حرف زای می باشد. حرف زای مانند حرف زی تاجیکی می باشد. بیایید اول مخرج حرف زای را می‌بینیم. مخرج حرف ز این زبان را به سرشوی دندانها گذاشته و تلفظ کردن است. ز ز ز تکرار کنید. ز ز ز حس کرده ایستاده اید که سری زبان شما در سرشوی دندانهای پایان است. ز ز. اکنون بیایید حرف زی را با حرکت ها میبینیم. حرف زی با فتحه چنین خوانده می شود. ز ز ز. حرف ز با کسره چنین خوانده می شود. زی زی زی. حرف ز با ضمه چنین خوانده می شود. زو زو. لبها را به پیش می براریم. برای آنکه در وقت تلفظ آواز او باید لبها به پیش برآورده شوند. زو ز زی زو. بیایید اکنون طرز نوشت حرف زی را می بینیم. ببینید در اول از بالا به پایان از خط می گذرد و یک نقطه در بالاش دارد. این از فرقیت حرف را از حرف زی، یعنی این نقطه ای که در بالای حرف آمده است و در بین چنین نوشته می شود: خطی پیوست و از بالا به پایان و نقطه می گذاریم. و در آخر هم چنین نوشته می شود: خطی پیوست از بالا به پایان نقطه می گذاریم. و در علاهیدگی چنین نوشته می شود: از بالا به پایان نقطه می گذاریم. بیایید مثال های حرف زی را با شما می خوانیم. مثال اول: پیش از حرف زی الف با فتحه آمده است. از. مثال دوم: پیش از حرف زی الف با کسره آمده است. ایز. پیش از حرف زی الف با ضمه آمده است. اوز. مثال دیگر: حرف زی فتحه حرف را با سکون. زر. در این حالت حرف را غفظ خوانده می شود به سببی که فتحه ای که پیش از حرف را آمده است. زر. مثال دیگر: حرف زی با کسره و بعد از آن حرف را با سکون. زیر. در این حالت حرف را باریک خوانده می شود به سببی که پیش از حرف را کسره آمده است. مثال دیگر: حرف زی با ضمه و بعد از آن حرف را با سکون. زور. در این حالت حرف را غفظ خوانده می شود به سببی که ضمه آمده است پیش از حرف را. مثال های دیگر: ببینید در این مثال ها 3 حرف آمده است. اول الف با فتحه، حرف زی با سکون و حرف را با ضمه. چنین خوانده می شود: از رو. مثال دیگر: الف با کسره، حرف زی با سکون، حرف را با ضمه. ایز رو. مثال آخر: الف با ضمه، حرف زی با سکون، حرف را با ضمه. اوز رو. بار دیگر این مثال ها را با شما تکرار میکنیم. از ایز
ایز، اوز، اوز. در وقت تلفظ آواز او لبها به پیش برآورده می شوند. اوز، اوز. زر، زر. زیر، زیر. زور، زور. از رو، از رو. ایز رو، ایز رو. اوز رو، اوز رو. عزیزان، این بود پایانی درس امروزه. وظیفه خانگی حرف زی را باری دیگر تکرار کرده و آن را در دفتر کاری خود بنویسید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.